چرا زنهای با اصالت پس زده میشن؟ زنهای با اصالت تن به هر خواسته‌ای نمیدن. زنهای با اصالت وارد هر رابطه‌ای نمیشن. زنهای با اصالت حاضرن 2 شیفت کار کنن ولی برده پول کسی نشن. زنهای با اصالت اهل پارتی و مهمونی و درینک زدن نیستن. زنهای با اصالت اهل رابطه‌های دراز مدت و پایدار و هدفمندن. هیچ پسری نمیتونه ازشون سوء استفاده کنه. وقتی میبینه که نمیتونه ازش سوء استفاده کنه پسش میزنه، جا میزنه، رهاش میکنه. به خودتون افتخار کنین که چهارچوب دارین، عزت نفس دارین و روی احساستون کنترل دارین. با چه قیمتی حاضری که یه بار دیگه دست پدرتو لمس کن؟ داشتیم من یه چیزی میگم، چون اینجا جای دروغ نیست، اینجا همه حرفا راست.